اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. وزارت شهدا و امور معلولین می گوید کمک و مساعدت 6 ماهه سال 1402 هجری شمسی به معلولین پرداخت گردید. وزارت مذکور می افزاید که این روند در سراسر کشور ادامه دارد و معلولین از این روند خرسند هستند. وزارت صحت عامه می گوید در شفاخانه ولایتی میدان وردک پروژه صحی بخش ارتوپدی ساین نیلسیت افتتاح گردید. وزارت سرحدات اقوام و قبایل بر اساس پلان سالانه خویش جلسه هماهنگی را با اقوام در ولایت کاپیسا به منظور حل مشکلات آنان تدویر نمود. در این جلسه علمای کرام، متنفذین قومی و مردم عوام از تمام ولسوالی ها و مرکزی ولایت مذکور اشتراک نموده بودند. قماندانی امنیه کابل می گوید پلیس حوزه سوم 8 تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت نمودند. شاروالی کابل می گوید 600 کیلوگرم مواد خوراکی تاریخ تیر و 200 عدد لاتسپیکر از بازارهای ناحیه پنجم جمع‌آوری شدند. اداره ملی احصایه و معلومات می گوید در نمایندگی دشت برچی کابل برای بیش از 100,000 تن تذکره الکترونیکی از یک سال گذشته تا اکنون توزیع شده است. شیخ ندام محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در جلسه در ولایت اروزگان گفت زمینه خوبی برای آموزش دینی و عصری در تمام کشور مساعد شده است.